ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. پس حال تو یعنی حال تو بیادرم هستی ها؟ خدایا باورم نمیشه، هیچ باور نمیکنم. استاد علی بیادرم هست همون طرف؟ اوه بیادر اصلی و اصلی بیادر. در صورت علی جانم بیادر زاده هم هست همون طرف، من کاکایو میشم. کاملا همون طرف. خدایا هزار بار شکر، هیچی قسم یک خواست. هم بیادرم ما پیدا کردم، هم کاکا شدیم، دیگه چی میخوایم؟ پشت تو هر روز گشتم، هر روز. با وجوده که در پیشم بودی چطور متوجه نشدم؟ خدا را هزار بار شکر گزار هستم که بیادرم ما برام دوباره داد. یک چیز بگویم، میگن نه که گوشت از نخون جدایی نداره. یعنی وقتی تو به خاطر من خواستگاری رفته بودی نه؟ من تو را بیادرم گفته در بغل گرفته بودم. دقیقا هم وقت در دلم میفهمی چی گفتم؟ گفتم کاشم یه آدم بیادر ما باشه. همه قسمم شد به خدا، همه قسم شد. اما در اول انسان حتی فکرشم نمیکنه. بالاخره تو مولا علی بودی، یعنی تنها علی خونه بودی. اگه تنها علی می بودی باز شاید میگفتم که نام بیادر ما علی بود. به خدا هم تو یک چیز میگفتم، ای خدا قدر وقت با هم یک جا بودیم، اما از اینکه بیادر هستیم هیچ وقت نمیفهمیدیم. میگی از نامم نفهمیدیم، میگی استاد علی هستم، اما پیلوت چی است؟ نام تو خود سلیمان است. نامت فراموش کردی؟ امکان داره فراموش کنم؟ انسان نامش فراموش میکنه؟ من در طیاره یک رستوران داشتم، از او خاطر این نام سر من ماندن دیگه، یک لقب است. در طیاره رستوران داشتی؟ گرچه امیال هم هست، اما خدا نترسم مورولاکش کردن.
یک آرزو داشتم که یک تیاره بخرم. فقط همه کار تانستم. به هر صورت بانش تو بر ما ایره بگو که از کجا فهمیدی ما بیادرت هستم ها؟ یا حال صبر کو. من یک دفعه دگم تو را شکم سیر در بغلم بگیرم، بعد از او کل چیزا برام قصه کد. درست است؟ بیا بیادرم بیا. بیادر قندم. بیادرم زیاد پشتت گشتم سلیمان، زیاد گشتم به خاطر پیدا کردنت. هر احتمالی که وجود داشت از پشت تمامشان رفتم. به خاطر پیدا کردنت از هیچ کار منصرف نشدم. از یتیم خانه، از امو روزه که فرار کردی تا حال همیشه پشتت گشتم. روز رسید که زیاد امیدوار شدم. فکر کردم بسیار کمانده که پیدایت کن، اما روز رسید که کل امیدایم از دست دادم. ناتوان شدم. اما از پالیدن تو هیچ وقت منصرف نشدم. بشنو سلیمان، طغرل پدر کلان به ما چی داده بود؟ کسی که منصرف نمیشه و همیشه پرنده میباشه. هیچ وقت تو منصرف نشد، درست است؟ کسی که منصرف نمیشه او همیشه میبره بیادر. از جایت نخیست، باختی. ناخدا قاتل من اساس پیلوت. نباختیم استاد، منصرفم نشده. کسی میبره که منصرف نمیشه. هیچ از یادت نمیره نی؟ هیچ از یادم نمیره. بیادر، حال قصه نکردی. از کجا فهمیدی که من سلیمان هستم؟ برات قصه میکنم بیادرم. توضیح میدم. به خاطر گپ زدن در این باره هنوز زیاد وقت داریم. تو را پیدا کردم نه. دیگه از خداوند بزرگ هیچ چیز نمیخوایم پیلوت. بیادر، دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشیم نی؟ هیچ. دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. چی میکنی پیلوت؟ این دیگه چه قسم محبت از بچیم؟ بچیم و آدم قاتل پدرم هست. ملالی قسم چی گفته میره؟ باز چی پلان داره؟ هر پلانی که داری داشته باش. انتقام پدرم من میگیرم. ما به خاطر امروز زنده ماندم احمق. بله، یک نفر همیال اینجا روان کنین. موتر بدت ببره. عجله کنین. توپ برفی؟ بله. تو نگاش کردی؟ بله. شیشه شکسته؟ بله. ما هم نگاه کردیم. میفهمی؟ چون یادگار مادرم بود. بسیار خوب نگاش کردیم. وقتی از یتیم خانه فرار کردم فقط امور همراه خود گرفتم و دیگه ای که همراه از این خاطرات طفولیت ما تازه میشه. از یتیم خانم زیاد خاطره دارم بیادر. میفهمم. بیازا به خاطر تو را اینجا خواستم سلیمان. گفتم اینجا را هیچ وقت فراموش کردن نمیتونی. تو بگو اگه کدام جای دیگه تو را میخواستم باز وقت چی قسم ثابت میکردم که بیادرت هستم. ما چندین بار اینجا آمده بودم بیادر، اما تک و تنها بودم. میگفتم شاید یگان چیزی به یادم بیایه. به خاطر که میگفتم شاید تو هم اینجا بیایی، از این که شاید روبرو شویم. ما هم همیشه می آمدم.
آمده بودی؟ او هم چندین بار. در او صورت اگر روبرو می شدیم باز حتما یک دیگه خودم میشناختیم بیادر. خب نصیب دیگه. در این دنیا بجز از نصیب و قسمت دیگه هیچ چیز نمیشه. حالا بیا به یک جای دیگه هم تو را میبرم بیادر. بیا. بله. تو رفتی در قلبم، چنان درد است که فقط تو میتونی درک کنی. تو حالا دور هستی، در جنت همراه فرشته ها ما را در خواب میبینی گریه میکنی. امروزی دست وقت بیدار شویم تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را. در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. امروزی دست وقت داشتن تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را. در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. امروزی است وقت داشتن تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را. در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. امروزی است وقت بیدار شویم تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را. در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. لا 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 لا. این آهنگ پدر ما به ما یاد داده بود. ببین یادت نرفته، هنوزم به یادت هست. ای را فراموش نکردیم به یادم هست. اما یک رقم نامری مثل یک خواه مادر و پدرم به یادم هست. مثل ای که من پدر و مادرم همیشه در خواه میبینم و فکر میکنم که اونایی را برای من یاد میتن. بیادرم ببین، اگه محبت ها در اینجا آشکار باشه یعنی هیچ مشکلی نیست. خیر ببینی بیادر جانم. جان بله کل آمادگی ها را بگیرین. زینب گرفت سمیالم ابراهیم. صحیح ساقو. تو برو از پارکینگ موتر بکش. موتر آقا کرد مثل همیشه اینجا می باشد. تو کتم بیا. ها زینب کجاست؟ در اتاقش است. چی شد آقا کرد؟ دوایش گرفته، باید از اینجا بریم خانه مریم. البته. کجا؟ با چند روز باید تک جای دیگه بریم دخترم. چرا؟ دلیلش حالا گفتن نمیتونم، مجبور هستم باید بریم زینب. خب سعیس هر جایی که میرین برین، من خودم میرم. زینب تو هم باید بری، به خاطر اهمیت تی کارم میکنم جان پدر. اما چرا؟ چرا نداره دخترم، حالا زود آماده شده گه. اله دخترم. زینب میشه موبایل تبتی؟
موبایلم چی کار دارین پدر؟ باید همینجا باشه. حداقل بانین که به سینان خبر بدم. هیچ کس از این گپ نباید خبر شود دخترم تو سینان. هیچ چیزی پرسان نکن. حتی اگر آرامش تام خراب شوه اعتراض نداشته باش. فقط تحت امر باش. از این قسم زندگی بیخی نفرت دارم. زینب جان موبایل تبته. تا 5 دقیقه دیگه باید دانه دروازه باشین. کل چیز آماده است نه؟ بله آقا. اینا رو هم باید بگیرم زود برایم. ای کلی از موضوع بیادر خود چقدر خبر شده ای رو نمیفهمم، اما اینا رو هم نباید اینجا بانیم جان. از اکرم کدام خبر آمده؟ چی کده؟ خبرهای خوش آوردی یا نه؟ علی مرده یا نه؟ نه اویگار زنده است و دیگه ای که و داتام گم است. چطور امکان داره؟ چطور امکان داره؟ ما به خاطر که اونا با هم دشمن شون، ما با کوچکترین جزئیات پلان آماده ساخته بودم. چطور امکان داره؟ آقا کرد 100% او کار خراب کرده. در بین ما آمد و پلان ما را با خاک یکسان کرد. حالا چی میکنی اویگار؟ برای همیشه یک پلان دوم می باشه. علی خواد مرد، سیفدار هیچ کسی از پیش ما گرفتن نمیتونه. خدایا چی میشه ای بار علی خوش و خندان بیه. نمیفهمم زنگ بزنم. نه حالا حتما دو بیادر گپای زیاده به گفتن دارن. به هر صورت باز خود علی برم زنگ میزنه. سفتا آدم بعد از سالا بیادرش پیدا کرده، باز چرا به تو زنگ بزنه؟ آی اما من کم از که از تشویش دیوانه شوم. علی من توکچه آی خدا من لعنتت کنم. توکچیم جانم توکچه اینا چی است؟ هیچ. یعنی چی که هیچ؟ کی اینا را برات داده ها؟ هر کس که داده باشه داده. با تو چی؟ یعنی چی که با تو چی توکچه؟ چی که دیگه قدر پول به دست آوردی؟ منظورت از این گپا چی است ها؟ خیرت است؟ کدام منظور بدی ندارم، فقط پرسان کردم. کی قدر پول به تو داده دختر؟ مرا آرام بان سیفته. نمیمونم. اینقدر پول هیچ کس ناق به کسی نمیته. چی کردی برام بگو. حالا توکچه بگو برام. حالا باید به تو هم حساب بدم؟ بله باید برام حساب بدی. پس شو از سر ریم. توکچه
همینجاست. همینجاست. اشتکا ندامه بیادر مرا گیر کده نمیتونی، بیادر مرا گیر کده نمیتونی، بیادر بدم. سلیمان از دینه های صاف پایین چه بچه؟ ندام که میفتی بچه. سلیمان کل نان خود خلاص میکنه که یک آدم کلان شوه. سلیمان، علی، سلیمان، علی، سلیمان. به یاد دارم بیادر، خدا و راستی که به یاد دارم. اینجا اتاق ما بودم تو نیست؟ اردوی ما. تخت ما ده اونجا بود، تخت تو هم ده اونجا بود. ما یگان وقت بسیار گپ میزدم، تو را بسیار عصبانی میساختم، نمیموندم خو کنی نه؟ بیادر من همیشه از تو کده خورد میباشم، به خاطر که من که کلانم شوم تو کلانتر میشی. هیچ وقت نمیتونم به اندازی تو باشم. منتظر ما باش چی میشه بیادر یک جای کلان شوی. حالا اشتکا وقت خواه است. حالا دیگه من برات میگفتم خو شده که بس است، همیشه قار میشدم سرت. حالا طفلا میریم که پدرتان منتظر است. سلیمان سلیمان علی حالا بچه موتر آورده، شما کجاسته؟ بیادر اول من بالا میشم، بیازو میتونم از تو کده تیزتر بالا شوم. او روز ما کلگی ما به کدام جای می رفتیم؟ کل ما را یک جای به چکر زدن می برد. اینم برنده شدم. بعدا هم او حادثه شد. مادر و پدرم سلیمان به یاد نمیارم، یادم رفته. ای انسان قسم یک چیز چطور فراموش کردم انسان بیادر. سلیمان تو زیاد خورد بودی، حتی من کل چیز قسمه که به یاد می داشتم به یاد ندارم. شاید همراهی قسم یک درد، فقط همین قسم مقابله کده می تونستی. اما حال به یاد میارم لالا، گویا همی که تو را دیدم پرده که سالا بالای چشمایم بوده باشه و او سلیمان را که پشت پرده پت شده بود بعد از سال اولین بار است میبینم. بله هی توکچه استاچو گپ میزنیم. استاچو سیفدا تو از حدت میگذری، مرا لطفا آرام بان. هنه باید بریم بگی پولا را که برای داده باید بفهمم. حالا با تو چی؟ تو چرا قدر به تشویش هستی؟ واضحی گپ بزن، اگه به پول ضرورت داری بگو من برات میدم.
تو چی گفته میری ها؟ تو چی چتیات گفته میری؟ رفته بسیار آدم بد میشی، متوجه هستی توکچه؟ سیفدا درست است، معذرت میخوایم، اما تعقیب کردن ما به تو ایت نمیزیبه. پشت مرا ایلاکو لطفا. توکچه به خاطرت به تشویش هستم چون گپ نمیفهمی. یک انسان قدر پول یک دفعه چطور بعد سوارده میتونه؟ کسی کدام کار به زور سرت کرده؟ نه که سرت کدام بلا رفته؟ چرا نمیخوای برام قصه کنی؟ من پیشت هستم، هر چیزی که باشه پیشت هستم. تو چیزی نیست که با هم نتونیم حلش کنیم. اگه ما نتونیم باز یک بار به علی میگیم، او دوید میای با ما کمک میکنه. گوش کن، من پیشت هستم، هر چیزی که شوه، هر بلایی که سرت آمده باشه برام بگو. توکچه فرق بین ما و تو میفهمی که چی است؟ تو در پشتت یک نفر داری که به او تکیه کرده میتونی. تو یک قهرمان داری. بگو که من کی را دارم؟ من هیچ کسی را ندارم که به او تکیه کنم. حالا فهمیدی؟ تو چی میخوایی بگویی توکچه ها؟ هنده قدر وقت همه چیزا رو در قلب جای داده بودی. تو میفهمی که ما چی چیزا رو تیر کردیم؟ یک بار از من پرسان کردی؟ خب به هر صورت پشت مرا ایلاکو. ایلا نمیکنم. این که چی گپ شده باید برام قصه کنی. که این پولا رو چه قسم بعدی سوردی؟ بس است که دست ایلاکو. بس است. برات گفتم باید بگویی پولا رو از کجا پیدا کردی؟ از کجا گرفتی؟ بگو. از اویگار گرفتیم. اویگار؟ نه چی قسم؟ اویگار خب مرده توکچه؟ بله مرده، اما پیش از مردنش از من یک کار خواسته بود، برش کردم. چی قسم یک کار؟ ازم خواست وقتی که او با مرا یک چیز به انگره علی رمون کنم، ما مو کار کردم. این پولم در مقابل مو کار است. آل فهمیدی؟ نفهمیدم. من این کارتا چطور باور کنم توکچه؟ من سرت باور کردن نمیتونم. او آدم در مقابل چشمای تو کته من چی کارا که نکرد؟ او در حق من چی کارا نکرد؟ چطور تونستی تو یک کارا کنی؟ نه تو چطور تونستی کارم نمی کنی؟ مجبور بودم این کارا کنم سیفدا. مجبور بودم. فهمیدی یا نه؟ استوچو گفتنیای من هنوز خلاص نشده. بلی دهنگر چی را روان کردی؟ اعلام کن. اعلام نمیکنم. باید برم اعلام نمیکنم. تو چی کردی؟ پولای من دید کردی؟ تو چی کردی؟ پولای نزن پولای او وقت تو به من نگفته بودی که پدرم مردنی؟ فکر میکردم پدرم رفته برای من پاخانه میگیره. من پاخانه میخواستم، زیاد شک کرده بودم. البته او هم پاخانه سرخ. بعدن تو یک پاخانه را گرفته آمدی، اما راستش هدفم او قسم نبود. برات گفتم که به من پدرم پاخانه میاره، من این پاخانه تو را کار ندارم. با من چی؟ من این پاخانه سرخ را که تو دادی را نمیگیرم. او پاخانه سرخ را که پدرم داده را میگیرم. درسته سلیمان، در صورت خیلیش میکنیم که بره. صبر کن، خیلیش نکن، پیش تو باشه. درست است، اما سلیمان خیالی را چی کنیم؟ بریم به طفلایی که در سر سرک هستن بدیم. صبر کن تا وقتی که برم پاخانه بیاره که تمیزات رو میکنم. همیشه به خاطر که مرا خوش بسازی تلاش کردی، همیشه از ما محافظت کردی. خب بیادر دیگه چی کده میتونه؟ دیگه ای که تو به من امانت پدر و مادرم بودی. خب خیلی مادرم، پدرم،
قبرای اینا رو پیدا دانستی یا نه؟ ایچ چی جریان داره؟ مرا کیده اینجا بسته کده. احمقا ما کجاستم؟ احمقا آمده اینجا چه قسم آمدیم؟ بچه مده کجاستم؟ احمقا مرا به اینجا کی آورده؟ کی هستی بیعقل؟ بزدل آواری دست و پای مرا بسته کردی احمق مرداری پیشونیم بیا که حقیقت برد بتا. کی هستی بگو برم جوابته. اکرم آفرین بچیم مرا پیدا کردی. حالا مرا باز کن. حالا زود شو. اکرم بچیم منتظر چی هستی؟ حالا دیگه زود شو مرا باز کن از اینجا. اکرم چی جریان داره؟ حالا بچیم زود شو دست مرا از اینجا باز کن. حالا دیگه ودت باز کردن نمیتونم به خاطر که تو را در اینجا مبسته کردیم. بچیم حالی اون وقت مزاق کردن است ها؟ حالا زود شو دست مرا از اینجا باز کن. مزاق نیست ودت، ما تو را بسته کردیم. تو چی گفته میری لوده وازیه بگو. لوده گپ نزن بچیم. همه قصه بیجاب میکرد. حالی یه جاب تو رام گفته بودم. توبه استغفرالله. اکرم بچه مرا از اینجا الا کن. بیبی هنوزم طرفم سیل داره. اگه دستایم واش شد باز من امرایت کار دارم. ودت تو در اینجا به یک مدت باید مهمان ما باشی. ای تو چی میگی احمق؟ مرا چرا بسته کردی بچیم؟ چرا مرا به اینجا وردی؟ تو دست داده چی هستی بچیم؟ مشکل تو چی هست؟ مشکل چی هست؟ ودت از من زیاد سوال نکو. به یک مدت زیاد لازم است که در اینجا باشی. فقط همین را باید بفهمی. تو چرا هر کار سر بدل خود انجام میدی؟ چی را بیادر؟ نفهمیدم. چرا دختره پیش گودال بردی؟ وقتی علی را دیدم گفتم به خاطر نجات از دختر استفاده کنیم. یعنی به خاطر نجات خود قسم کردی ها؟ وقتی دختر در خطر می بود باز نمیتونه سر ما حمله کنه. خود دیدی اما تو شد. اسلحه خودت از زمین انداخت. این کار کردم که علی را دستگیر کنه. اگه در داخل می بود باز دانه دانه کل ما را از بین می برد. نه که تو دو طرف بازی میکردی. سگ خاین تو را همراه خود گرفتیم احمق. همراه چقدر خوبی کردیم از بیادر خود کم ندانستیم. پاداشی نمی بود بگو. می بود احمق بیادری ما می بود ها بگو اکرم. تو سگ کی هستی ها؟ سگ کی هستی احمق؟ سگ کی هستی؟ تو سگ علی هروغلو هستی همو تو نیست؟ سگ علی هروغلو هستی همو تو نیست ها؟ آدم پست تو را از بین میبرم توتا میکنم. دستایم با شوا تو را یک قسم نمیمانم توتت میکنم فهمیدی؟ به تو باور کردن نمیتونم. من تو را هیچ نشناختم. بله تو مرا نمیشناسی. تو ای که سر من چی چیز آمده او رو نمیفهمی. به خاطر چی من ای کار کردم ای رو نمیفهمی. بله نمیفهمم. ای که ای پوله چه قسم از اویگار گرفته میتونی نمیفهمم. ای قسم حماقت چطور کردن میتونی ای رو فهمیده نمیتونم. من به خاطر مادرم کردم. گفتی به خاطر مادرت؟ بله به خاطر مادرم من خارج از کشور زندگی نمیکنه. وضعیت اقتصادی خوبم نداره. این پوله به خاطر مادرم که یک زندگی خوب برش آماده کنم گرفتم.
چیزی را که سالها در خیالاتش بودم. به خاطر گرفتم که بتانم بدون بخاریم داخل او خانه گرم باشه گرفتم. بعد از فوت پدرم او بیشرف وقتی که در زندگی می آمد کل چیز خراب کرد. حالا فهمیدی که چرا گرفتیم؟ تو چرا گفت قبلا برم نه؟ این حالا فهمیدی؟ پس چی استادستی لق لق سعی میکنی گم شو؟ توکچه استاد باید گپ بزنی. زفدا بلیاز خدا مرا آرام بان. لطفا مرا آرام بان. مادرم پدرم مادر پدر من آمدم بچه خردتان آمد بچه بی خیر و بی وفایتان آمد شما سالاست که کارای مرا سیل میکردین در جایی که خو کردین ها اما مرا ببخشین من خونه میفهمیدم که شما در اینجا هستین اگه میفهمیدم فکر میکنین نمیامدم اگه میفهمیدم باز شما را قسم تنها نمیماندم حتما سر خاکتان میامدم بیادر خدا گناهکار فکر نکن تو در وقت بسیار خرد بودی بخی حالا بخی ایره هیچ وقت فراموش نکو بیادر دی زندگی هر قدر دردا بزرگ باشه بازم تحمل میکنیم اگر در بین آتش بسازیم بازم هیچ وقت شکسته قبول نمی کنیم در زندگی هر قدر که انسان درد ببینه به مو اندازه قوی میشه این دنیا سراسر امتحان است بیادرم چیزی که مهم است صبر و حوصله انسان دی زندگی است بیادر ای که چی وقت در زندگی چی اتفاق میفته یا چی میشه ایره
فقط خداوند میفهمه. تو که هر قدر فرار میکنی فرار کن، اما از تقدیر نمیشه جایی فرار کرد. به یک راه میری به خاطر رسیدن، اما در قسمتت جدایی نوشته است. بازم با مشکلات مبارزه کرده هدفت تعقیب میکنی و به مقصدت میرسی. راست است. در اول من تو را دشمن خود فکر کرده بودم لالا. در منطقه برام گفتن یک ملاست که نمیمونه مواد فروخته شود. گفتن که کل فروشنده های ما را گرفته، سرشان توبه میکشه. گفتم بچه می مولا کی است؟ گفتم بخیزن که بریم حقش بتیم. یاشار، تو چرا این کار اعلام میکنی؟ به ملا صاحب وعده دادیم بیادر. یعنی چی؟ این چندمین ملاده منطقه؟ اما یک ملاست بچه. در منطقه پایین یک نفر به نام ملا علی است. خوب است. در او صورت خیلی با هم معرفی شدیم. در حالی که من آمده بودم از بیادر اصلی حساب کارهای غلط خودم میخواستم پرسان کنم، اما خبر نداشتم. به امو خاطر او شو با پالیدن تو پیش مسجد آمدم. به خاطر پالیدن تو او شو و عاشق دویگو شدم. وقتی با خود گفتم پیلوت بچیم تو کجا و عشق کجا، دوست داشتن کجا، بازده چهره انسان و فرشته آسمانی که به زمین پایین شده بود سر پیلوت عاشق شد. بی خبر از که میگن معجزه پشت پشت آمده میرفت، اما من خبر نبودم. بزرگترین پرنده خوشبختی سر شانهایم بود، اما من خبر نبودم. لالای من و عشق من ده این جای پیدا کردم. اما بالاخره به هم رسیدیم. هم عشقته و هم بیادرته یک جای پیدا کردی. خداوندا 1000 بار شکرت. مادرم، پدرم، ما و لالایم یک دیگه خدا پیدا کردیم. 1000 بار شکر. پیدا کردیم. بعد از این مثل گوشت و ناخون با هم دیگه یک جای هستیم. ای سلیمان هوروغلو کی است؟ برام نگفتی؟ ای قبر بچیم است. بیادره را که گم کرده بودم و سالا پالیدمش، اما پیدا نکردم. نامش سر بچه خود ماندم. بیادره کلانه علی جان است. سلیمان. لالا، هر چند روزم که گفتی قلبم در گرفته بود، اما حالا یک بار دیگه قلبم در گرفت. گفته بودی پدر سفدایی را از بین برده؟ بله بیادرم. بیادر، قبلا هم پرسان کرده بودم اما جواب ندادی. کوکسال چرا بچه تو را کشت؟ از قدر یک طفل خورد چی میخواست؟ کوکسال هدف اصلیش کشتن ما بود.
خب به خاطر چی؟ کوکسال چرا بخواهد تو را بکشه بیادر؟ او فقط یک پیاده بود. کوکسال حتی مرا نمیشناخت. خواستن که تو را سر کوکسال بکشن، دلیلش چی بود؟ یعنی کسی که در عقب کارا بود کدام ابلیس بود؟ بچیم چی میخواستن احمقا؟ چرا؟ کی بود؟ برام بگو که برام مغزایش باد کنم. بگو که رفته انتقامش ازش بگیرم. پیلوت بچه، تو خو از یه چیزام خبر نداری بیادر. استاد علی را دوست ما فکر میکنی بچه؟ بیبی وقتی بفهمی که قاتل پدر ماست باز او وقت چی میکنی؟ پدر ما پیلوت بیادر. پدر ماست بچه، پدر. گریان نکن بچه، گریان نکن. کسی که این درد به ما نشان داده پیداش میکنه. او را پیدا میکنه، قوم قبلش برش از بین میبریم. پیداش میکنم. علی هوروغلو، ما از اینجا نجات پیدا میکنم احمق. از اینجا نجات پیدا میکنم، انتقام پدرم ازت میگیرم. فهمیدی یا نه؟ علی هوروغلو، تو میموری، تو را میکشم لاودا. بگو لالا، بگو که امیال پیداش کنم. بیبی قسم میخورم اگه ده 7 طبقه زیر زمینم رفته باشه پیداش میکنم بیادر. بعد از انتقام بچه تو را میگیرم. انتقام بچه ما بسیار وقت پیش گرفتیم سلیمان. ما کسایی که کار کرده بودن دانه دانه کلشان کشتم. خوب اینا کی بودن؟ او بیرحمایی که بیادر زاده مرا از بین بردن کی بودن؟ بیادرم بیبی بعد از قدر سالا به هم رسیدیم. درباره چیزا خوب میشه گپ نزن. بعد از ایده که درباره خود فکر میکنیم. خوشی یاره، خوشبختی یاره با هم یک جای تقسیم میکنیم. امکان داره؟ بله بیادر. از طرف مادر ما، از طرف پدر ما، با یکی دیگه ما امانت و یادگار فقط هر دوی ما هستیم. در دنیا دیگه هیچ کس را نداریم. پدر، با یک چند روز گفتی اما زیاد وقت اینجا می باشیم؟ یام دروغ است نی؟ دخترم صبر کنین مگه پا خلاص میکنم. بازم به خاطر خوبی من میکنین و دلیل کل دروغ هم میگه. پس ودت خود استیر کدن. خوب علی، مانی چه قسم میشین آقا؟ ما با کم وقت ضرورت دارم جان. ایک علی چی را چقدر میفهمه باید خبر شوم. از پیلوت خبر شده می بس نیست. چیز اساسی را که من میخوایم پاد کردن کارم امرای ارنیکو از جان. اگه هنوز میره نمیفهمه باز یک شانس دگم دارم. خوب است اما شما خودتان کارتان هیچ وقت به دست چانس نمیمونده. بازم نمیمانیم. ودتا فقط به خاطر که علی را نکش اختطاف نکردیم. با فعلا هم قدر که بفهمی سعیست. آقا کرد، بالای راست قدم مانده. از ودت هنوزم خبری نیست. آقا کرد بسیار ترسیده اما تو نیست؟ خوبم علی. ودت علی را از بین میبره. مال خود علی گم است. همراه علی چی میکنی؟ ای دوتا بیادر البته که یک روز با هم ششته و گپ میزنن و موضوع حتما بالای ارنیکو میای سارب.
علی و پیلوت بالای یک زمین پر از ماین قدم میزنن. بدونی که انفجار نشه پیش رفتنشان ناممکن است. یکی از اونا 100% بالای یکی از اون ماینا پای میمانه سارب. بازم او وقت حتما یکشان از بین میرن. لالا، حال خود تو قاتل بچه تا پیدا کردی، کشته انتقامتم گرفتی، اما من هنوز ای که قاتل پدرم کی هست نمیفهمم. خب نامش چی بود؟ یعنی او کسی را که پدر میگی، نام او آدمی را که تو را بزرگ کرده و پرورش داده چی بود؟ نامش، مقامش بسیار زیاد بود، بزرگ بود. میفهمی او را در دنیا چی صدا میکردن؟ علی؟ راستش شما خوب هستین؟ خوب هستیم سفدا. او هم به اندازه که هیچ وقتی قدر خوب نبودیم. همتون نیست بیادر؟ بعد از قدر سالا به هم دیگه رسیدیم لالا. این هم سوال است که پرسان میکنی. خوب هستیم. 1000 بار شکر. خدا را شکر. زیاد خوش شدم. واقعا زیاد خوش شدم. زیاد خوش شدم. دیگه یکی از تشویشم مردم علی. تشویش نکن. قسمه که گفته بودی شد. ملاقات ما چیزی که فکر کرده بودیم زیاد بود. 1000 بار شکر. 1000 بار شکر. و ها از تو هم پیلوت، چشمایت روشن. به خاطر تو هم واقعا خوش شدم. بخیر باشی انگا. راستی به یاد داری بیادر؟ چی ره؟ وقتی از یک دیگه خود خبر نداشتیم، اولین لحظه که با هم مقابل شدیم. دگرات شویگار او شوا چطور فراموش کده میتونم. همی که در چهره دیدم باز یک حس عجیب برم پیدا شد. با مامامو تو بچم تو کی هستی ها؟ بسیار عجیب بود، اما انسان وقتی قسم گپ میزنه باز فهمانده نمیتونه. لالا، تو در اونجا چی کارایی که نکدی؟ از اونجا چه قسم فرار کردی؟ بیخی در پیش چشم ما بودی. دقیقش نشو سلیمان، باز بعدن برات میگم. چطور دقیقش نشو؟ در تاریکی دیدی، تو هم خود دیدی نه انگا؟ این آدم در تاریکی میدید، نه که نمیدید؟ میدید. او ربان تو در تاریکی میدیدی، اما او دیگر چی تو کدی؟ چی ره؟ چراغا را چی تو کدی؟ یعنی او چراغای ترافیکی رو میگم. آی چیز مهمه نیست سلیمان. نه خیر نه، والا بگو ببینم چی رقمی کار کدی. دستویج برد یک تبلیت است، اون رو برم بده. میاین نزدیک میشن. آمدن میاین. اینو بگی هر چیزی که گفتم هم بکنم. اونا میرن. از اون دموتر بشینین. حالا ویده اینجا چی گفت؟ بدوین دو چوی. حالا وقتی که ما برات گفتم باز دکمه طرف راست فشار. همیاله کدوم؟ او کارم ما نکردم. ما گفتم چه قسم میشه سفدامو تو کرد. اصل به هم اعتماد کرده ای کار کردیم نی؟ لالا، من خو گفتم نه، در اولین بار که دیدم حس عجیب داشتم. باز کاملا وقتی دویگو را دیدم با او کاکای پیرکی بازم هم متحس داشتم. کدام کاکای پیرکی؟ شما در او جایی که بودین، در او خانه نزدیک کو، شما همراه سفدا. بچم تو کی هستی؟ من اونجا به خاطر کاری که اویگار گفته بود آمده بودم. وقتی اونجا کاکای پیر را دیدم، او طرف شو پیرکی. اونجا هم یک حس عجیب داشتم. آی تو چطور باید داشته میتونی سلیمان؟ او تغرل پدر بود در یتیم خانه. باید داری نه تغرل پدر. تو چی میگی؟ آی من چطور شناخته نتونستم؟ آی حالا یک دفعه بریم ببینیمش. حالا رفتن نمیتونیم. او از دخترش خفه بود. همراهی همدیگه آشتی کردن و دختر خود خارج از کشور برد. پیلوت یک گپ دیگه. دویگوی گپ میفهمه. چی را؟ خو ای که با هم بیادر هستی؟ لالا،
ینگه حق به جانب است. تو خواهال به کسی که دوستش داری مژده دادی، ما هم باید رفته به کسی که دوستش دارم مژده بتم. چی گفتی؟ بیا از او هر وقتی که میخوایم امروی و خوشی های من تقسیم میکنم. درست است. حالا برو، تو برو با دویگو بگو، بعداً باز خانه بیا. درست است؟ البته که میایم، امکان داره نیایم. بیا در زاده امام یک قسم شکم سیر در بغل میگیرم. حالا دیگه خداحافظ. زیاد هیجانی است. خب حالا دیگه برام بگو از تشویش کم است انفجار کنم. تو به پیلوت چی قسم گفتی؟ پیلوت به تو چی گفت؟ برای چی جواب داد؟ حالا بگو. صبر کو، آرام باش، کل چیزا برات میگم. دویگو پیلوت؟ پیلوت تو در اینجا چی میکنی؟ علیحان پدر، یعنی آقا علیحان، های والا یک موضوع بسیار مهم بود. من خواستم امروی شما شریک بسازم. چی گپ شده پیلوت؟ دویگو تای بیادر ما پیدا کردم. بیادر ما پیدا کردم دویگو. میفهمی او کاملا در پیش چشمایم بود اما من نمیشناختمش. دویگو میفهمی چیزی که تو میگفتی اما قسم شد. دویگو چه قسم در پیش چشمت بوده؟ بچم نه که تو بالای سر ما بلا هستی. ما برای چی میگم تو چی میکنی؟ بیا یک بار آرام باشی. جذابته که میخوای چی بگی علی پدر؟ تو دخالت نکن. فهمیدی چی؟ باندگه علیحان پدر، اگه میخوای لط کو، اگه میخوای دو بزن، اگه میخوای قارشوی در قصهش نیستم. ما بیادر ما پیدا کردیم. فهمیدی یا نه؟ بیادر ما پیدا کردیم. میفهمین؟ بچه تو چی چطیات میگی؟ نه که وداد بیادر تو نیست. بله؟ یعنی کسی که مرا اولاد قبول کرده بود، کسی که مرا تا این سن رساند، کسی که مرا بزرگ ساخت، کسی که مرا پرورش داد، او ودت بیادرم است. ما بیادر اصلی ما پیدا کردم. بیادر اصلی ما. گفتی بیادر اصلی تا؟ کی از بگنه اگه نه دیوانه خود شدم؟ علی، استاد علی بیادر کلان ما بوده. علی هروغلو بیادر اصلی و سکه ما است. دویگو چی؟ سیفدا، اینقدر خوش هستم که برات هیچ گفته نمیتونم. سالا بود که خالیگاهی بسیار بزرگ در قلبم بود. یک زخمی بود که هیچ خوب نمیشد. اما وقتی بیادر ما دو آغوش گرفتم کلش خوب شد. 1000 بار شکر. 1000 بار شکر خداوندا. تو چقدر بزرگ هستی. علی، هر چیزا که ناتکمیل حس میکردی خلاص شد. حالا هم بیادر تو هم بچه در پیش چشمت از خدا را شکر. و تو هم در پیش مستی سیفدا. ما هم پیشت هستم. اما هنوز کل چیز کامل نیست. یک چیز کم است. خب چی است که کم است؟ یک چیزی که با گفتن درست نمیشه. همراه ما بیا. اما کجا بریم؟ اول خب بیا. خب تو اینجا بیشی دم اینجا منتظرم باش. زود پس میایم. سعیس، اما کجا میری؟ زود پس میایم. علی، زود پس میایم. های او آمامو توپ برفی خدا نگاه کرده بود. دویگو قسم میخورم باید در پیش روی میبودی. حال چی قسم برات بگویم؟ تخلص ما بعد از این هروغلوس. سلیمان هروغلو. یعنی آلمام دویگو هروغلو میشم؟ ای خدای من، بیادم اقلا. یک دقیقه. ها پیلوت بگو. چشمابی هروغلوی ما بگو. پیلوت بیادر، امرای دویگو خار یک جا هستی؟ یعنی خیرات که داده بوده مو قبول شده نه؟ شد بچم، والا که شد، به خدا که شد. تمام دعاهای من قبول کرد خداوند. میفهمی تو چقدر یک آدم پاک دل هستی. نه که قاتل پدرتم پیدا کردی؟ نه بچه مونه،
لالای کلان ما پیدا کردیم. لالای ما. گفتی لالای تا؟ خوب وقتی به دست بیادر گم کرده بودی کت ما یک جای میپولیدی شوره خب پیدا کرده بودیم نه؟ بچه موره نه. لالای ما پیدا کردم بچه. لالای اصلی و سکه ما پیدا کردیم. لالای ما علی هورغلو بوده میفهمی؟ تو امو سلیمان هستی که ملا صاحب سلام میشه میپالیشه اون هستی؟ کاملا خودم هستم. کاملا خودم هستم. ملا صاحب حتما زیاد خوش شده. ما هم زیاد خوش شدم پیلوت بیادر. آی خدایا چی میکنی خدا را؟ ایلاکو بعد از بچه ایلاکو چی میکنی؟ او گارم کردی ایلاکو بعد از بیخی کنی مردم سعی میکنن. امیال زیاد خوش است تو. ایلاکو بچه هر وقت هر دعوا بلند میکنی پایین کو دیگه. بیخی سرم دور میخوره. زیاد خوش شدم پیلوت بیادر. من میری میگم با کلگی میگم. ای خدای مهربان. کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ برات گفته بودم یک کم بودی موندم تو نیست؟ بله. او کم بودی را مکمل ساختم. به تو گفته بودم که خانمم خود شدی اما به خاطر تکمیل ساختن گپم یک چله کم بود داشتم. علی سیودای با وجودی همه سختی ها، با وجود مامانیتی که در بین ما بود، در مقابلت آدمی است که از دوست داشتنت یک لحظه منصرف نشده. سیودایم امروز روز خوشم است. بیادر ما پیدا کردم. بچه ایم همراهیم است. دختری را که دوست داشتم. بجز عروسی کردن که تو دیگه هیچ حسرت در دلم نمونده. به نظر من دیگه وقتش رسیده. این دفعه واقعا همراهی من عروسی میکنی؟ بله بله. زیاد دوستت دارم علی. اونقدر زیاد دوستت دارم که حد و اندازه‌ش برات گفتن نمیتونم. زیاد دوستت دارم. زیاد دوستت دارم. زیاد دوستت دارم علی. محبت ما با کلمات زیبا و جملات زیبا ضرورت نداره. عشق ما فقط با زبانی که درک میکنیم ضرورت داره. با محبتی که در چشمایت هست ضرورت داره. و بدون چشمای تو من دیگه هیچ چیز را دیده نمیتونم.
اسلم دخترم علی جان اگه همه قسم بانم خو نمیشه به خاطر که مریض است به تعویق انداختیمش اما وقتش رسیده. مادر جان چی یک نظر خوبه دادی ها؟ بله ببین ای خوش علیام میایه. در او صورت در جایی که سبیعت سنتی نواسی خود گرفته ما اونجا را تنظیم میکنیم. نه اونجا نه، باید در منطقه باشه و هم هر چی زودتر دمی منطقه خود ما باشه تا که بفهمن ما یک خانواده هستیم و ایران بفهمن که ما کی هستم. مادر آی دختر قندم در چی فکر هستی؟ حتما باید در چشم او دختر خود بزنی. امیره میخوایی؟ چرا تو میکنی دخترم؟ چرا؟ در قصه او دختر دیگه نباش. آی مادر تو نمیخوایی که علی جان خوش باشه ها؟ خوشی علی جانم وابسته به ای است که ما و علی با هم باشیم. دزم ای بهترین فرصت از برای علی که از او دختر دور شوه. راست نمیگم مادر؟ من دیگه میرم، اگه نی باز پدرم قار میشه. حالا فهمید که استاد علی بیادرم است نه؟ شاید علی هان پدر مام نرم شده باشه. چی میگی دوگو؟ تو حال پدر مربان پیش بیادرت برو با بیادر زادت وقت تا تیر کو. درست است؟ وقت با خنده طرف چشمایت سیل میکنم قدر خوش میشم که نگو. های دیدن چشمای آبی تو همیشه وقت مرا دیوانه میسازه. حالا دیگه من میرم، باز میبینیم. والا با شریک ساختن خوشی زیادتر میشه. ودتم حق تو هم از بچم کی رو بفهمی. تو باید حال پیش ما باشی. شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. ودتم کجاستی تو؟ دیگه وقت که ضرورت نیست 100 دفعه برم زنگ میزنی که کجاستی. حال وقتی میخوایم خوشی ممرو شریک کنم گم هستی. حالا دیگه سلیمان هروغلو هستم. اینقدر انگشتر دستت سیل نکو سیف دای مگنی مفتی. آی چطور سیل نکنم علی؟ اولین انگشتری را که برم داده بودی در وقت جدایی ما حتی از کلکم نکشیده بودم. وقت فکر کردم دیگه خلاص شده او وقت دریا انداختمش، چون او وقتی چه امید دیگه برم نمانده بود. در او صورت دیگه ای کارا نکنی، به خاطر که با تو نمیتونم هر روز یک انگشتر بگیرم. حالا ببین بازم او انگشتری در کلکم است که تو برم گرفتی. ایره تا آخر عمرت از کلکت نمیکشی، فهمیدی؟ وعده است تا آخر عمرم از کلکم نمیکشمش. با اسلام هم با او چی قسم توضیح میده که میخوایی ما روسی کنیم؟ تو دی باره فکر نکن سیف دایم. برش میگم در وقت مناسبش میگم او هم درک خواد کرد. میگی درک خواد کرد؟ به من تو معلوم میشه که فقط به تو نظر داشته باشه علی. گپ های ناق نزن، ایت یک چیز نیست. این گپ ها رو تو از کجا میکشی؟ حس میکنم که به تو بخیلی میکنه. ما با او میگم و او هم درک میکنه، فهمیدی؟ خواهر جان زینب نیست. چطور نیست؟ هیچ کس در خانه شان نیست. زینب آقا کرتت آن نفرشون اونجا نیستن. خواهر جان موبایل زینب خاموش است، نمیتونم راش تماس بگیرم. هر وقت کرجا میرفت مرا میگفت اما نگفت. کدام بلا سرش نومده باشه خواهر. باور که او زیاد مریض است. سینان یک دقیقه آرام باش، تشویش نکو، پدرش همراهش است. بیادر آقا کرتم خود گم است نه؟ سعیس ببین من اونا را پیدا میکنم، وقت پیدایشون کردم برات زنگ میزنم. تو خانه برو، درست است؟ امی که پیداش کردی برام خبر میتینه؟ سعیس سینان سعیس گفت خبر میته ها. تو خانه برو جان خوال لطفا. من بیازو میامدم، درست است؟ حالا آرام باش. درست است خواهرم. اما چیزی است که من فکر میکنم. فکر کنم هم درست. آقا کرد میفهمه که ما خبر شدیم.
خیال چی میکنی علی؟ او را پیدا میکنم و کار را که کده حسابش پرسان میکنم. اکرم بیبی پیشتر سرم چیغ زدی اما خیره. ما که تو هیچ غرض ندارم. بیبی حسابی کارایتم ازت نمیپرسم. با والله که نمیپرسم. حال مربان که برم بیادر. اکرم بیبی ما ده بسته عمرم به خاطر امروز زندگی کردم بیادر. ما قاتل پدرم پیدا کردم حالی مربان که برم انتقام ارنیکوره از او بگیرم. بیبی بچیم بعدش میفهمی. هرچی خواستی ده حقم بکن با مر میبزن، اما اول بان که برم جانو ولی هرغلوره بگیرم بچیم حالا لطفا حالا. متاسف هستم وداد، تا یک مدت باید همینجا باشی. بسیار میبخشی. یعنی چی که باید اینجا باشم؟ بچه من تو را چی میگم ها؟ برات میگم قاتل پدرم پیدا کردیم. نرو بیادر لطفا دستای مرا واز کن لطفا. ما برای چی میگم حالا؟ اکرم بچیم هیچ کس نمیتونه مانع ما شود که انتقام پدر ما نگیرم. فهمیدی؟ خوش آمدی علی. خوش باشی پدر. اوپا شیر بچیم چطور هستی بچیم؟ پدر قرار است ما سنت شوم. پس چطور است؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ راستش مادرم منتظری بود که علی جان صحتمند شوه باز سنتش میکنیم. از این خاطر قسم میگه. ما هم فکر کردم این بهترین فرصت است. چطور است که کار کنیم؟ آی این بهترین وقت است برای بچیم. از وقتش هم تیر شده. فکر خوب کردین خانم نیلوفر. زنده باشی بچیم. پس نظر تو می است که هر چیزو تری کار کنیم نی؟ البته باید کنیم. در ضمن یک محفل سنتی میگیریم که لایق بچه پادشاه باشه و کلگی توفه بیاره. توفه میارن؟ بله تنها توفه خونه دلقا شعبده بازا دول و سرنی هرچی که تو بخوایی برات میارم. زنده باد. من شعبده باز میخوایم که از کالاش تیاره بکشه. تیاره؟ اگه خرگوش باشه نمیشه؟ برای چی؟ من تیاره میخوایم خرگوش نمیخوایم. من تیاره زیاد خوش دارم. تیاره بکشه. طرف کاکایت رفتی. کدام چیز شده؟ نه یعنی اشتباه درک نکنم. زیاد وقت شده بود که تو را با این چهره خندان ندیده بودم از او خاطر. بله ها شده وزلم. بسیار اگه اتفاق خوب افتیده. بیادرم من پیدا کردم. تو راست میگی؟ نوشته کده پیش مادرم میرم. خانران به شما هر دو میمانم. سیفدا بگو چی شده دخترم؟ بدون اینکه یک خدافیزی کنه چرا او دختر از اینجا رفت؟ چون که سرم کار شده. ما با هم جنگ کردیم. سیفدا دخترم، او دختر دروازه خانه خود به ما باز کرد. او بهترین دوست تو است. تو چرا امرش جنگ کردی ها؟ مادر چیزایی است که شما نمیفهمید. توکچه به خاطر پول به اویگار کمک میکرد. چی؟ ای تو چی میگی دختر؟ زیاد خوش شدم علی. به خاطر پیدا کردن بیادرت تو چقدر زحمت کشیدی. امیدوار هستم دیگه هیچ وقت جدا نشین. زنده باشی وزلم. چشمایت روشن علی. باور کن مام زیاد خوش شدم که بیادرت پیدا کردی. زنده باشین. خداوند کمتان نکنه. پدر. بله بگو جان پدر. شما بیادرم دارین؟ بله من یک تا بیادرم دارم و ای به ایمان است که تو هم یک دانه کاکا داری. اما خوشخبری اصلی را برات بگویم. کاکای تا مثل تو عاشق تیاره هست. من میبینم
باش بچیم. سلیمان بیادر ببینه چطور گپ بیادرم گوش میکنم. گفتی برو به دویگو بگو باز بیا. ما هم رفتم زود گفتم آمدم. آفرین به تو. بیا دیگه داخل بیا بیا بیا. راستش بیادرزادم یعنی علی جان، یعنی برای او گفتی که من کاکایش هستم؟ تو داخل بیا باز خودت میفهمی. بیا حالا بیا دیگه. خوش آمدی پیلوت. آی یعنی سلیمان. خوش باشین خانم مظلم. خواهر خوش باشین. یعنی علی پشتو بیادره که سالها میگشت تو بودی ها؟ هیچ نپرس. بیا بشین. ایره میفهمی که بیادرت پشت تو زیاد گشت؟ سالها روزها کل اوش و فکرش به طرف تو بود بچیم. یک کره برفی داشت، هیچ کس نمیمان که بزنه. چشمای هر دویتان روشن اولادایم. زنده باشین. بسیار زیاد تشکر نیلوفر مادر. یعنی به خاطر مادر میگم که ده حضرت مادر هستم نه. اگه نه ماشاءالله فقط که خواهر کلان دخترتون باشین. تو چقدر مقبول و شیرین گپ میزنی بچیم. تو واقعا مطمئن استی که علی بیادرت است بچیم؟ علی جان به من خوش آمدید هم نمیگی ها؟ بیا. شما کاکای من میشین؟ چی گفتی؟ یک دفعه دگان برام بگو چی گفتی؟ کاکا. تو چند تا کاکا داری؟ بچیم به چی فکر میکنی؟ تو یک کاکای کاکا داری، فهمیدی؟ یک ماچ کن مرا. بچیم بگو کاکا که بشنو. کاکا. اوی من قربان زبانت شم. کاکا صدقیت. کاکایت صدقیت شوا. کاکایت بخورید. زبیده خواهر بگی شیرینی بگی. ملا صاحب به بیادره گم شده خود رسیده. اشتکا شیرینی بگیرین. دادیستم جایی نمیشه. اما تو چرا اینا رو تقسیم میکنی کاکا خدا؟ از خوشی فخری، از خوشی تقسیم میکنم. آسنات خواهر من براتون خوش خبری دارم. آسنات خواهر بشنوین. ملا صاحب بیادر خدا پیدا کرده. بگیرین شیرینی بگیرین. کاکا جان تو هم مثل پدرم قهرمان هستی؟ او هم چیه قهرمانه؟ یک کالای قهرمانیم کم است. ما هم کالای قهرمانی میپوشم سنت میشم کاکا. حالا دیگه چی میگی؟ البته تو هم به سنت من میایی کاکا. البته که میایه. حتی کل مسئولیت هارم تو میگیری. راست میگه؟ البته دیگه وقت کاکاش باشه دیگه کی مسئولیت بگیره؟ مسئولیت دار یعنی چی کاکا؟ مسئولیت دار یعنی چیز؟ او آدمی که هر خواست تو را پورا کنه، یعنی مسئولیتش همی است که به کل خوشی. تو بسیار بچه مزاقی هستی. ای گپار از کجا یاد میگیری؟ عمرت دراز باشه بچه. ای عمرت 1000 ساله شوه. عنایت بفرمایین نیلوفر مادر. انشاءالله از کل ما هر چی که بخوای ماما تو میکنی. البته بخوای از من هر چی که میخوای. نمیفهمم چی بخوایم. نمیفهمم. موتر میخوای موتر میتم. تیاره بخوای تیاره میتم. تیاره میتی؟ چرا؟ نه که تو تیاره را خوش نداری؟ واقعا میتونم تیاره داشته باشم که یک قسم پرواز کنه؟ قماندانی باشه؟ البته بچم. میبخشین. البته من میخواستم تو را به رستوران تیاره ببرم، اما بستهش کردن. خیر است یک روز خواد بردمت. برای تو آدم تم صرف به خاطر تو اونجا رواز میکنم. تو رستوران تیاره شکل داشتی؟ بله داخل تیاره واقعی، اما پرواز نمیکنه. دیگه کل چیزش همونطور است. اونجا میبری کاکا؟ تو تیاره را خوش داری؟ بله. بیادر
ای کاملا مثل ماست. ها والا این طرف ما رفته. حالا فهمیدم که چرا نامتانه پیلوت موندین. من میبینم. پیوند بغل کردن یک قسم بیادرزاده، داشتن دروازه به خاطر تک تک کردن، داشتن یک بیادر مثل تو چقدر خوشایند است. ملا صاحب، از این که شما و بیادرتان یک جای میبینم زیاد خوشحال میشم. باور کنین این گریانم گرفت. زنده باشی. ملا صاحب من برات گفته بودم که پیلوت بیادر امکان داره بیادرت باشه. براستی گفته بودی. ببین خداوند ما را به هم رساند. بچه میش طرف من نیا. طرف من نیا به خاطر که مرا بغل کرده بودی نوبت من خلاص شده. آی صبر کو بچیم صبر کو. خدایا شکرت. خدایا شکر. کمرم آی زیاد خوشحال هستم. آی کمرم. خاله جان بیشتر. مادر جان خوب هستی؟ کمرم آگار کرد. مادر جان خوب هستی بابا؟ ملا صاحب های الان باورم نمیشه. یعنی اگه 40 سالم فکرش هم میکردم در ذهنم نمیامد. یعنی پیلوت بیادر استاد علی است. یعنی بیادر ها هستن ها. این کار خدا را ببین. یعنی اما ترس. بله اگه اینا در طفولیت هیچ وقت از هم جدا نمیشدن، حال پیلوت هم قسم یک زندگی خراب نمی داشت. همه تو نیست؟ یعنی امکان داشت شما مثل استاد علی یک زندگی محترمانه داشته باشه. فکرش کو. یعنی من همیشه میگم شرایط باعث شده که در کارهای خلاف دست بزنه. مجبور شده. اگر نیت پیلوت مثل استاد علی کاملا پاک است. دویگو دخترم، هر قدر میخوایی پاک باشه. این تو یک کار است وقتی یک بار در محیطش داخل شوی عین خون انسان داخل میشه. از او خاطر از پیلوت هیچ چیز جور نمیشه. چی بگویم؟ زیاده دلم ششتی بچیم. علی جان از که مثل تو کاکا داره زیاد خوش چانس است. خیر ببینین او چانس از مادر کلانش شروع شده ماشاءالله. بازم میبینیم. حالا بیا بچه گلم. بیا ما بدرقیت میکنم. روزتان خوش. زنده باشین. ملا صاحب ما هم کارای قرچ علی جان حل میکنم. سیس میشه بگو کل مردم منطقه در محفل سنتی بچه‌ام دعوت هستند، خصوصا خودت. سیس ملا صاحب هیچ تشویش نکنی. پدر ما میتونم که خدا داد بیادر برم؟ بیا یا ملا صاحب محفل خودشم خبر بده. سیس خوب گپ است. حالا پس برو دیگه. حالا بیا که من جمپرته بپوشانم. اما خدا داد متوجهش باشی. هیچ تشویش نکنین. بیادر امی رابطه تو امرای ازلم چی هست؟ ما بیخی حیران ماندیم به او خواهر بگویم ینگه بگویم چی بگویم؟ های چرا حیران بانی؟ ازلم زن سابقم از دیگه. بیا. یعنی میگه که از مرا ینگه سابقم است. همه طور است. خب فهمیدم. فقط یک گپ بگویم این خوشوی سابقت کس نه. بسیار آدم خوب است، مثل فرشته است. من زیاد خوشم آمد از یادم. والا اولین بارم است که میبینم خانم نیلوفر با کسی که نواشنا شده اینقدر گرم رویه کنه. زود در دلش جای گرفتی بچیم. بیادر یک گپ میفهمی؟ تنها در دل علیهان پدر جای نمیگیرم. ما او دویگو حال پت هم دیگر میبینیم. دل و آدمش نرم نمیشه. تو صبر کن، ما بازم کته کاک علیهان گپ میزنم. فقط اول ما تو سیفدا و دویگو امشب بنان خوردن بریم. به هدف تجلیل کردن چی میفهمی؟ ها والا عالی میشم. ما اگه علیهان پدر بشنوه در زندگی اجازه نمیده. سیس ما غمشم میخورم. تو ای کاره با بیادرت بان حلش میکنی؟ خیر ببینی در او صورت خیلی به رستورانت پایین میرم ما سفارش میتون. سیس اما چه قسم حلش میکنی؟ حتی اگه بیادرتم باشم علیهان پدر مرغش یک لنگ داره، قبول نمیکنه. با یک شکل حلش میکنم. تو دیگه با بیادرت اعتماد کن. خیر ببینی شعر هستی شعر. والله نه. یعنی حال علی میخواه که زود امرای تروسی کنه. اما ترس بله
میگه زیاد وقت ضایع نسازی مادر. اما در خانهش حالام زن سابقش است. او را چطور میکنه ها؟ علی که تو ازلم گپ میزنه. این موضوع را حتما حل میکنه مادر. سفدا به نظر من تو بازم پیش از پیش خوش نباش دخترم. او زن هر وقت که از خانهش رفت باز او وقت میتونی که خیالات عروسی را در ذهنت جای بتی دخترم. مادر علی به وعدهش عمل میکنه. باز میبینیم. خدا کنه همه قسم شوه. هم بالاخره عروسی میکنیم علی. علی صبح شو خواهر جان. روزتان بخیر. خسته نباشی. زنده باش. سیفدا خوش آمدی. خوش باشی. خوش آمدی دخترم. شفا باشه. پشت کدام دوا آمدی چطور؟ نه ده اصل پشت دوا نی. پشت دویگو آمده بودم. البته اگه اجازه شما باشه کاکا جان. دویگو را چی کار داری؟ راستش توکچه قرار است که مادرش خارج از کشور برنی؟ اما شما خو دخانه اومی بودین. حال چی میکنین؟ نه ما با بودن دامه میتیم. البته کرایش میپردازیم. ما میخواستم با توکچه یک مفلک خورد به خاطر تشکر کردن بگیرم. کل دخترها یک جای. با توکچه؟ بله. کل دخترها مام؟ بله تو میایی که بخیر پرواز دارد توکچه. کارت دارم. بله. خب کاکا علیان جان شما چی میگین؟ بیاسو در بین خود ماست. در بین ما دخترها یک محفل خورترک. سیفدا چی کده باشه؟ اگه آقالیهان با فما و دویگو را در وضعیت بد قرار بده؟ تو میشه چند دقیقه آرام باشی. سیفدا حلش میکنه. تو تشویش نکن. ای بیادر زاده ام است. همون تو نیست؟ ای سلیمان است نه؟ بله. والا بیچارگک. یک قسم یک انسان پست چه قسم میتونه جان یک طفل بگیره؟ ها؟ این خوبی خی بی غیرتی مطلق است. بیادر میفهمی؟ اگه تو انتقامت امو وقت نمیگرفتی، اگه او آدم در دست من میدادی، میفهمی؟ او را شکنجه کده از زنده بودن پشیمانش میکدم. بازم دلت خو یخ نمیکرد. کسی را که از دست بتی پس نمیایه. یخ میکرد بیادر، یخ میکرد. دندان به دندان، خون به خون. مایی گپ الگو گرفته همه قسم زندگی میکنم. از پدرم، یعنی اگه قاتل پدرم پیدا کنیم باز میفهمی دیگه. یک مرمی در مغزش میزنم تا باد شود. بازم او وقت قسم میخورم. دل ما او زمان یک خاط کت، میفهمی؟ کسی را که تو پدر میگی نامش چی بود؟ میگفتی کسی است که کل مردم او را میشناسن. نامش چی بود؟ میشناختن. کلگی مردم او را میشناخت. حتی تو هم شاید نامش شنیده باشی. نام پدرم ارکین بود. نام دیگهش ارنیکا.
سلیمان بچیم بیادرم سلیمان بچیم ما کشتی تو هم باید از بین بری تو از بچیم چی میخواستی؟ یک بار قاتل پدرم پیدا کنم باز میفهمی. سلیمان بچیم سلیمان کشتی سلیمان بچیم بچیم چرا کشتی؟ بیادرم هستی. سلیمان از بچیم چی میخواستی؟ چرا؟ گفتی ارنیکو؟ سلیمان بعد از اینکه از پرورشگاه فرار کرد پیش ارنیکو رفت. هر کسی معلومات معتبر داده کاملا اشتباس علی. سلیمان اگر پیش ارنیکو کار میکرد باز از این موضوع من خبر میشدم. بله ارنیکو کسی که مرا از سرک جمع کرد. سلیمان بچیم کسی که مرا کلان کرده تا این سن رسان. سلیمان کسی که در بین اولادایش هیچ فرق نماند. نامش ارنیکو بود. در اصل ما و ودت به خاطر گرفتن انتقام او قسم خوردیم. حالی هم پیداش نتونستیم. اما یک روز 100% او احمق پیدا میکنم. سلیمان بیادرم بیادر در ضمن ما سلیمان به وی تیره نگفتیم که تو را پیدا کردیم. سلیمان از صبح تا حال زنگ میزنم اما تلفنش خاموش است. ما یک دفعه برم ببینم که آدم در کجاست. خداحافظت فعلا. بیادر خانه ساختی نه دوی گوره؟ یک دانه هستی بیادر. شام دنان منتظرت می باشم. خداحافظ. بچه سلیمان نام دیگهش؟ بچه ارنیکو بود. بچه ما کشتن دندان به دندان خون به خون. ما و ودت به خاطر گرفتن انتقام قسم خورده. بیادرم حالی هم پیداش نتونستیم. اما یک روز 100% پیداش میکنم و احمق. پیلوت رفت چطور؟ علی خوب هستی؟ علی کجا میری؟ آی علی کجا میری؟ خداوندا خودت کمکم کن. دیگه طاقت ندارم. برم دیگه صبر نمانده. خدایا صبرم دیگه لبریز شده. برم صبر بتی خداوندا. بیادرم بچه ما کشتی. نامش ارنیکو بود. دندان به دندان خون به خون. به خاطر گرفتن انتقام او قسم خوردیم. بیادرم حالی هم پیدایش نکردیم. اما یک روز 100% پیدا میکنم و احمقه. آقا کرد دلیل کل چیزا فقط خودت هستی. کلش به خاطر تو است. تا بدیلش نپردازی فکر کردی میتونی از دست ما فرار کنی؟ علی
موفق شدم. از کاکا علی هان تونستم اجازهش بگیرم. پس تو چقدر خوب. تو را چی شده علی؟ چیز نشدیم. چند موبایل جور کردم. از او خاطر سرم فشار آمد. علی کم چیزا را خود تجربه نکدینی؟ اما کلش مگذره به ما باور کن. زندگی ما اونقدر خوب خود شد که نه مشکل خود بود و نه کدام حادثی. حتی امکان داره زندگی آرام و خسته شوی. وداد کجاستی بچه؟ وداد بیا ترکم. تو کجاستی بچم؟ در بهترین روزم تو در پیش من نیستی. بچه مگه روز خوش همراه تو شریک نسازم با کی شریک بسازم؟ شماره مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. خدای نخواسته سریع کدام بلایی نامده باشه. ها اکرم، وداد کجاست؟ تلفنش هم خاموش است. ندارین بس از دیگر. مانده شدم. بفرما بچیم. تو بفرما خاله نریمان. دیگه سبا در منطقه ما محفل سنتی بچه ملا صاحب است. بفرمایین بیاین. آرسی بچه استاد علی از گفتی، اما او خنوز خورده است. خاله نریمان نمیشنوه. کاکا خدا داد کمی چیخ بزن. محفل سنتی است، محفل سنتی. دیگه سبا باز بیاین خو. اما من خو کر نیستم. قچیخ نزن. دیگه سبا باز میاییم. برو دیگه برو. من به خانه او طرف خبر دادم خدا داد بیاده. سعیس ما میرم او خانه او طرف کس. ازگی بگو خدا داد. ازگی محفل سنتی بچه ملا صاحب است. دیگه سبا در منطقه تو هم بیا. پس تو البته که نمیم. ازگی بچه میدی آنه باز چی گپه در دل خود نگاه کرده؟ حال تو از این کارا دست کشیدی نه؟ حتما نتونستی را تحمل کنه. همیشه گفته میرفت که در بازار و ما هیچ اعتباری نمانده. خاک دستر قسم اعتبار که ما را بدبخت کرد. امی وقتش بود وداد. بچه امی حال وقتش بود. یعنی که محفل سنتی بچهشه میگیره ها؟ اما تا هست. خب محفل سنتی بی سر و صدا هیچ مزه نمیده. انسان ها در خوشترین لحظه زندگیشان به دفاع میشن سرب. در محفل سنتی بچهش فرمان مرگ علی رو نشته میکنه. حال بسیار آدما جمع خواهد شد به خاطر که سر جنازش نفر باشه نه؟ بله یعقوب، در موقعیت هستم که روان کردی. مطمئن هستی کرد دم اینجا است؟ درست است، زنده باشی. گوش کنی کدام کار اشتباه در فکرتم نگرده.
در اینجا مثل سگ تا چی وقت باید منتظر باشیم آقا اکرم؟ تا وقتی که خبر بیاید. مگم تو نگفتی که میخوای تشناب بری؟ منتظر چی هستی؟ حالا عجله کو زود شو. حالا دیگه ویداد، حالا بچیم ده اینجا به خاطر انتقامت کدام چیزی با درد بخور خب پیدا میشه باشیم. حالا اینا تکت خروجی اییا گوش کنی، اگه از جانت سیر نشدی سلایت بنداز. آقا کرد بیا پیش روی. علی کجاست؟ در داخل منتظر تو است. علی؟ ما برات گفته بودم بیادرم کی است؟ در کجا است؟ گفته بودی که نمیفهمم. باور کردم. گفته بودی بیادرم در پیش ارنیکو کار نمیکنه ایرام. باور کردم. نه که تو فکر میکنی که ما برای دروغ میگم علی؟ بله آقا کرد، فکر میکنم با ما دروغ گفتی. او هم چندین سال طرف چشمایم دیده برم دروغ گفتی. بگو آقا کرد، ارنیکو وقتی که بچه ما کشت میفهمیده که بیادرم او آدم پست بی شرفه پدر میگفت؟ سلام باور کالی، ما واقعا نمیفهمم. به خاطر که سر تو باور کنم با ما یک دلیل بگو. به خاطر که ما و بیادرم با هم دشمن بسازی دام جور کردی. ما را از هم دیگه جدا ساختی. مانی شدی که ما با هم برسیم. به خاطر چی؟ هدفت چی بود آقا کرد؟ به خاطر که تو را حاله ده اینجا نکشم با من یک دلیل بگو. حد زده بودم اما دیگر رای فرار نداری آقا کرد. به خاطر فرار کردن به جایی که آمدی همینجا جایی است که آخرین نفسایت خود کشیدی. ما فرار نکردیم علی. نخواستم سر خانم حمله کده پیش روی دخترم امرایم رو برو شوی. خیلی است. یعنی اقدر کارای پستره که کدی نخواستی که دخترت از این گپ خبر شود؟ بسیار خوب، حالا چی فرق داره آقا کرد؟ آقا علی با کمک یعقوب کل خانه را میپاله. سعید وقت رو برو شدن است.
آماده هستین؟ آماده هستیم آقا. زینب و خانم مریم روان کو. بعدش هم کار کو که علی را پیدا کنن. صحیح آقا. اینه اینجاستم آقا کرد. با ما حساب هر چیز را که کردی دانه دانه باید بدی. برای دیگه بدت چقدر حال دادی؟ صبر اینم ابراهیم. گفتم برای زیاد حال ندی، زود شو دیگه. برای دیگه برای حالا در اینجا مرا آرام نموندی. را برا. با ما جواب بتین. چرا مانعی شدین که بیادر ما پیدا نکنم؟ چرا بیادر ما از ما پود کردین آقا کرد؟ ده قدر سال با وجودی که در پیش روید به خاطر پیدا کردن بیادرم جان خودم میدادم، شما چرا از ما گپ پود کردین ها؟ به خاطر حفاظت از شما. باندگ آقا کرد، باندگه. علی تو مداخله نکن جان. ایده بین مواقع کرد است. هوش کنی. میخوایم برای یک چیز را نشان بدم. فقط میخوایم تکمه را فشار بدم. ودت؟ بله ودت. چی شده لاوده؟ منتظر خبر صاحبت هستی؟ ها؟ او چی هست؟ دستورات نوت آمده بچیم؟ آدم خواهی بچیم هرچی میکنی بکن. مانیمه شده نمیتونی که علی هورغلو را نکشم لاوده. دقیقاً قسمی که پدرم اکش تورم از پایش آویزان کرده با یک بر بیده تیرش میزنم فامیلیانه. پیلوت پشت او میکرده. باز ویدتا تو گرفتی؟ از کجا گرفتمش میفهمی علی؟ از جایی که تو و بیادرت به هم رسیده بودین. با سلاح خود تو را هدف گرفته بود. میخواست که تو را بکشه. اگه نمیگرفتمش تو واقعا میفهمیدی که چی میشد علی؟ او کار را میکرد کامیال گفت. حالا فهمیدی که من از شما چرا حفاظت میکنم. بازم این حقیقت تغییر نمیته که شما به من دروغ گفتین. بله تغییر نمیته. اما از این کو بیادرت هست حالا فهمیدم. تو وقت هر نیکو را کشته بودی. زیاد نه وقت فهمیدم. زیاد فکر کردم چه قسم برات بگویم. زیاد در این باره فکر کردم. بعدش قسم را که بیادرش به خاطر پدرش خورده بود باز به ذهنم آمد علی. ویدت آمد. نتونستم. تو زود باش برام بگو علی. اگه با جای من می بودی ای کار میتونستی. ای کار امکان نداشت علی. ویدت در بسته عمرش در فکر انتقام گرفتن نظر نیکو بود. هدف و آدم فقط امی بود بس. اگه تو ویدت می کشتی یا ویدت تو را می کشت
ای دفعه بیادرته سلیمان با وجود که زنده ستم کش خواد کدین او هم از بین میره. زود باش برام بگو ما چی میکدم؟ حالا کل چیزا فهمیدی؟ دیگه چه قسم پیش روی را میگیری ها؟ تصمیم با دست تو میمانم. ویدت ایلا کنم یا نه؟ باز در پشت خانوادت حتی میخوایی که در پشت علی جان بفته چطور؟ یا که سلیمان خبر شوه کس را که پدر میگه او بیادرش به قتل رسانده. تو میخوایی که دو بیادر با هم جنگ کنن علی؟ اگه با جای من میبودی کدامش انتخاب میکدی؟ حالا زود باش بگو جوابته. کدام تصمیم میگیری؟ ما تصمیم گرفتن نتونستم سکوت کردم. حالا تو برام بگو میخوایی چی کنی؟ تصمیم با دست تو میمانم. ما چی میکدم علی؟ حال کل چیزا فهمیدی دیگه. چه قسم پیش روی را میگیری ها؟ تصمیم فقط با دست توست. حالا دیگه چی میکنی علی؟ واقعا حالا دیگه چی میکنی؟ وقت بیادرم پیدا کردم عذر میکردم که خونه باشه. میگفتم این خوشی حقیقت باشه. اما حاله دی تو یک چخوری هستم که هیچ نمیفهمم چی کنم. خداوندا هر طرف دور بخورم در پیش رویم فلاکت است. در یک طرفم او بیادرم است که سالا ده حسرتش سوختم و در دیگر طرف او آدم است که برش بیادری کده و دقیقا در بین ما. او راز بزرگی است که از گذشته تا حال با خود میبرم. این چه قسم یک امتحان از خداوند. دقیقا وقتی که میگفتم همه چیز خوب شده، وقت خوشبختی را پیدا کردم. این چه رقم یک امتحان بزرگ است. ما چی کنم خداوند؟ با من یک راه را نشان بده. استاد علی چرا نوقت کرد؟ نمیفهمم راستش ما به تشویش شدم، اما شاید حال دیگه برسه. حتما او باز در منطقه به کسی کمک میکنه. آخر بیادر کی است؟ در بین ما و بیادره ای تو یک رازه است که نمیتونم در بینش یک دیوار بسازم. نمیتونم، به خاطر که او دیوار دیر یا زود خراب خود شد. از اینکه سلیمان در زیر او بانه اجازه ایران نمیتونم. خداوندا کمکم کن. علی؟ بیادر؟ کجا بودی؟ چرا ناوقت کردی؟ در خانه خو کدام مشکل پیش نشدنی؟ واقعا مشکلی نیست؟ نه یک کمه کار داشتم، اونا رو خلاص کرده اینجا آمدم. بیشین. خدا را شکر. تصمیم با دست تو آماده است که دو بیادر با هم جنگ کنند یا جنگ بین پیلوت و ودت.
اگه با جای من میبودی کدامش انتخاب میکردی علی؟ چه قسم پیشویی را علی نمیخوایی فرمایش بدی چطور؟ مام دقیقاً سفارش خانم سیفدارم میخوایم. سلیمان میخوایم همراه درباره یک چیز مهم گپ بزنم. صبر بیادر صبر. نه اصل ما میخوایم همراه گپ بزنم. یعنی کت شما حالا که شما نزدیکای من هستین در پیشم هستین همونطور نیست؟ بدون از ودت میخوایم به شما یک چند گپ مهم بگویم. من یک پیلوت جالب بودم، بی صفت، بی کس، یک پیلوت ساده بودم. اما حال سلیمان شده. سلیمان هروغلو، سلیمان بیادر، کاکا سلیمان. تا به امروز کل خوشی های من همراهیم بود بیادر. به خدا حتی وقت خنده میکردم در قلبم یک زخم بود. نگو که او زخم تو بودی. میفهمی او زخم حال خوب شده. با دویگوام هر باری که سیل میکنم اصلا نباید میفهمیدم که کی هستم. به خاطر که او زخم خوب شده شکر میکشم. ما در بسته عمرم اولین بار است که تازه فهمیدیم خوشبختی یعنی چی. دلیلش هم تو هستی. کسی که کلی چیزا رو به من داده تو هستی. اما من از تو یک خواست آخری دارم. فکر کنم ودت از مقار است. کدام جای رفته؟ به خاطر که من کارهای خلاف اعلا کردیم قار کده. طرف جالب ای کار چی است میفهمین؟ علیهان پدرم نمیخواه که ما او دویگو با هم دیگه ببینیم. بازم به خاطر که در بین کارهای خلاف جای گرفتیم. به هر صورت در اصل یک چیز دیگه است که میخوایم بگویم. ودت به جز ما دیگه کسی را نداره. حالا که ما دو بیادرها با هم دیگه رسیدیم نی، او خود کم بیگانه حس میکنه، بیکس حس میکنه. بیازو او بسیار یک آدم احساساتی است. یعنی همه قسم یک آدم است والا. خصوصا ای که زیاد به ما بخیلیش میه. بر صورت قسمی که گفتم ودت به جز از من کسی را نداره. من هم بدون او نمیتونم. او که هست نه. اگر دستش کدام زخم باشه بفهم به خاطر من زخمی شده. یعنی منظورم است که تو به او هم آغوش تواس کن، عضو خانوادت بسازش. تو، ما، او، هر سه ما بیادرها باشیم. هم به علی جان یک کاکای دیگام پیدا میکنیم، هم ما خوشخواد بودیم. بعد خونه میشه نه؟ البته اگه اون بخواه. های تو که هستی نه؟ جانم هستی، بیادرم هستی، قندم هستی، شیرم هستی. وای 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 فکرش بکو بیادر. سلیمان، علی، ودت، سه بیادرها چطور است؟ هیچ دلش نیست از ودت جدا شوه. اما تو نیست ها پیلوت؟ اصلا دور بودن نمیتونی ازش. اینقدر یک قلب مهربان داری که نگو. پدرمام یک روز اجازه خواد داد پیلوت. چی راستش؟ هنوزم عادت نکردیم. سلیمان انشالله. علی ما او قدر یک قلب مهربان داره که نگو. در دل کلگی زود جایی میگیره. تو هیچ تشویش نکو پیلوت. خب بیادر تو میخواستی کدام چیزی بگویی؟ گپ ما او قدر مهم نبود پیلوت.
خیر است. مهم بود یا نبود تو بر ما بگو، ما میشنویم. وای ببینین کیا اینجا شیشتن. ای بیشرفته اینجا چی میکنن؟ پیلوت تو ایج نترس، فهمیدی؟ من هستم نه. چند دقیقه بعد رو به او دنیا روان میکنم. آرام باش. پیلوت چی میشه لطفاً؟ لودن من سلیمان بشین. صبر کن، من میرم پیششان. بشین. آرام در جایت بشین. بفرمایین آقا. با ما یک میزه بسیار خوب آماده کن. درست است. تو منظور ما غلط در کردی. ما اینجا میشینیم. اگه موفق نشدی چی؟ اگه علی نجات پیدا کنه باز چی؟ او وقت باز هر کس ای که تو نمردی خبر میشن. به نظر تو ارزشی کار را داره؟ حال که هر کس کارهای هم دیگر را پرسان میکنن. بان که فکر کنه تو مردی تو هم زندگی تکو. نه که حالی هم نمیفهمی. ای که سیف داره به علی اله کنه، او زندگی به من زندگی نیست، بلکه از عذاب جهنم کدام بدتر است. اما خود دیدی نه، ای دفعه موفق میشه. بالاخره او علی از بین میره. هر قسمه که میشه باید که بمره. بیادر من ایره نمیمانم. سلیمان درست است، من غمش میخورم. بیادر سلیمان تو در جایت بشین. بشین دیگه. علی هوروغلو، بالاخره تصمیم گرفتی که به میز ما تشریف بیاری. نجمی ببین که تو به اندازه که ممکن باشه کوتاه و خلاص گپ میزنم. اگر دمو اول مرا درک کنی به خیر تو خود بود. بیادرت تاشکافا در زندان عمرانی هست، اما تو نیست. در بلاک دی اتاق ده وقت داخل دالیز شوی در طرف راست در تخت دوم در پایینش خو میکنه. تو با سوا به ملاقات بیادرت میرینی. بیادرت از بلاک دی به خاطر آمدن به بلاک ای از یک عالم دالیزا تیر خود شد. همراهی گارده که کتیشه است. اگر ما اجازه بودم و سعی و سالم در مقابلت بشینه از اون ایره خواد پرسان کدی علی هوروغلو کی است؟ او به تو دور و دراز قصه خواد کرد و تو با جان دل خواد شنیدی. میفهمی به خاطر چی؟ به خاطر که تو میخوایی او را از زندان آزاد بسازی. هر دویتان دست به دست شده مرا از بین ببره. البته اگه من به هر دویتان اجازه بدم که صحیح و سالم بانیم. حال از اینجا آهسته میخیزی. من حیث یک بیادر با اصول آزادانه به زندگی کردنت ادامه میدی. این گپ ما فهمیدی؟
به نظرم خوب فهمیدی. چی شده بیادر؟ گت نجمی یک چند کلمه گپ زدم. فکر کنم همدیگر را درک کردیم. بیادر ببینی آدم آرام نمیشینه. اجازه به ایرام از بین ببرم. آرام خود شیشت. تو تشویش نکن. پدرم اینجا بوده. ها بله. عزلم؟ پدر؟ بچیم؟ بچیم؟ تو هم اینجا بودی پدر؟ خوش آمدین عزلم ینگه خانم. کاکا جان شما هم اینجا هستی؟ البته که همینجا هستم. شیر بچه کاکا. ما و مادرم به نان خوردن آمده بودیم. حتی به خاطری که تو رو پیدا کنیم اینجا آمدیم. خواه کار خوبه کده. یعنی شما هم اینجا بودین ها؟ چی تصادفه؟ علی جان چلا گرفت که برگر میخورم، ما مردمش. پدر برگر بخوریم؟ میخوریم، البته که میخوریم بچیم. اگه 1000 سالم طول بکشنی بالاخره ما از اینجا نجات پیدا میکنم. دقیقا هم وقت به خاطر عجلت میاییم علی هراغلو. ما مثلی که در کباب استخوان شویم در مهمانیتان دفتن آمدیم، اما به هر صورت بیگانه خو نیستیم نی؟ خوابی چه قسم مهمانی است؟ بدون موسیقی یعنی آرام. مادر جانم، تا وقتی که برگر میرسم میتونم برم اونجا مایا رو ببینم؟ سعیس رفتم، میتونی، مقبولم. خب پیش از آمدن ما درباره چی گپ میزدین؟ ما درباره چیز گپ میزدیم. دیگه چی گپ زدم میتونم جانم؟ حالا که به هم رسیدیم نه، یعنی درباره سعادت، خوشبختی و این چیزا گپ میزدیم دیگه. بله ها. من هنوزم حیران هستم. شما اینقدر نزدیک بودین، بیادر بودنتان یعنی تصادفیست. عزلم میفهمی مرا از پدرم استاد علی خواستگاری کرد. تصادفیست. در زندگی قسم تصادفای خوبم بوده، ما نمیفهمیدیم. چقدر خوب. اما در زندگی تمام تصادفا خوب نمی باشه، ایره خو میفهمین. مثلا موضوع ما و سیفدا بسیار یک تصادف دردآور است. عزلم. بله علی، ای بیادرت که نامشه سر بیادرزادش ماندیم 100% حقیره داره تا بفهمه که پدر سیفدا همو بیادرزادش کشته. از او خاطر من نمیخوایم که از چیز بیخبر بانه. خودتان میبینید پدرش بچه ما را از بین برد و دختر بیشرمش همیشه در اطراف ما میگرده. عزلم بس است. نوش جانتون.
من پیش علی جان میرم. سیفدا لطفا تو خدا جیگر خون نساز. تو خون میفهمی که به خاطر چی کارا را میکنه. لطفا کجا رسیل داری؟ نفهمیدم. در اونجا خود چیزی نیست. کجا رسیل داری؟ ننه کیکا رسیل داری؟ کجاست؟ در اونجا ننه کیکاست. ببین در اونجا از کلان است. آی تو هم از ننه کیکا میترسی؟ ازگی هم از ننه کیکا میترسه بسیار زیاد. خدا داد؟ آی ازگی جان، مولا صاحب میگفت کسی را که یاد کنی بیای عمرش دراز میباشه. ازگی بیبی هم از ننه کیکا میترسه بسیار زیاد میترسه. اوه آقا خدا داد، میبینم هر دختری را که میبینی کتش تار میدوانی. برتر وقت خوش میخوایم. من خود تار نمیدواندم، فقط سایل داشتم. بی چیزی نیست که دیدنش جانم. دخترک مقبول است، کل بچه یک رقم هستند. ازگی تو باز با من بخیلی کردی چطور؟ نه خدا داد بخیلی نکردیم، من فقط درس عبرت میگیرم. بچه را نباید دست سادگیش ببینیم، میره خوب باید بفهمیم. ببخشین میشه دیگه جای رفته اونجا جرو بس کنین لطفاً. بیاز و کار و بار ما با عشق است، نمیخوایم که شما جنجال کنم. میبخشی کار تو چی است؟ کار چشتن و دیدن چهار طرف است تو؟ نه طرف ننه کیکا سایل میکرد. آی او را بیبی چقدر کلان است خدا داد. بیبی به تو گفته بودم ازگی زیاد میترسه. سعیز من میرم. با این قسم آدم های بیکار و ساده به اندازه کافی سر و کار داشتیم. میبخشی؟ جانم این دختر به من بیکار گفت. نه به تو نگفت جانم. بیبی به من هیچ کس ساده گفته نمیتونه. آرام باش عشقم. شما عاشق یک دیگه هستین؟ بسیار خوب، با یک دیگه تان میزی بین. زنده باشی. بیبی لوده مال تو را ایجا زنده گر میکنم. قواره تسکو بیبی آلان سردار خدا داد. دختر بی عقل لوده. ازگی چرا بیچاره را میگی که چند دفعه ما این گفت به تو گفتیم؟ تو هر دقیقه جنگ میپولی، چرا قسم میکنی؟ با ما ازگیم نگو. از ما درس عبرت میگیری ازگیم؟ خدایا توبه. ازگی یک شماره در ذهنت انتخاب کن. یعقوب هرچی میکنی بکن. از یک آقا کرد و دتا در کجا پد کده به من پیدا کن. وقتی او را پیدا کنی کتش چی میکنی؟ کاره را که باید کنم همراهی او روبرو شدن است. بعد از محفل سنتی بچه امام کت بیادرم سلیمان روبرو خود شدم. در بین ما و او هیچ چیز نباید پد بانه. آی بیادر نیست مثل ای که او آدم او شده زیر زمین رفته باشه. تو ببین که ودت چی میکنه بیادر. با وجوده که میفهمه از تشویش میمورم بازم به خبر رفته. کی به خبر رفته کاکا؟ اوی من صدقه زبانت چاوم که مرا کاکا صدا میکنی. بیادر زاده شیرین ما به خاطر خریداری محفل سنتیش آماده است. خیال ما میریم به خریداری. مش خانم ظلم نمیه؟ میایم ما منتظر او هستم. حالا دیگه شیرم بچه کاکاش. شیر بچه کاکاش. درباره همه چیز گپ خود زدیم پیلوت. عاقبت هرچی میشه شوه. در بین ما نباید دروغ باشه.
حالا واز شو آه حتما میایی اکرم، میایی بچیم. بازو وقت نیالی هورغلورا و نه تو را هیچ کس از دست منو جات دادم ایتا نفهمیدی؟ پس شوین کوچ سلطنتی تفل می آیا. پس شوین ازگیم بیشینه جانم. وقتی کتت قار میکنم میگم دیگه کتت گپ نمیزنم. باز که تو را میبینم تحمل کردن نمیتونم کلولگکم. کلولگک گفتی؟ ازگی چقدر مقبول شدی، مثل ملکه شدی. بسیار تشکر، تو هم مقبول شدی. مقبول گفتی؟ خیلی دیگه چاق نیستم؟ حال مقبول هستم؟ منظورم از قسم مقبولی نبود که فکر میکنی. اما دیگه چاق نیستم، شما شنیدین؟ من مقبول هستم. ازگی با ما گفت زیاد مقبول هستی. مقبول هستم. بنوازن، دول بزنن، سر و صدا کنن، غال مغال کنن. امروز روز محفل سنتی بیادرزاده ام است، میفهمین؟ دول بزنن. بیا اکرم، بیا آجالت رسیده. بیا وداد میبخشی. ما چی میگی؟ چی را باید ببخشم اولاده؟ به خاطر که او خوش باشه من هر کاری میکنم. حالا دیگه سال به خاطر جنازه علی یک جای قبر بگیریم. وای علی جان چقدر مقبول شدی. های خو کلاه جادویی است. بله، ببینیم که از داخلش چی میبراید. این نیست. اینام نیست. بله اینام نیست. بله تیاره. بله تیاره. بگی دیگه علی جان. خدای شکر که برام
پس شوین تبریک باشه. به شما هم تبریک باشه. تبریک باشه. تبریک باشه. خداوند دامادیشان براتان نشان بده انشالله. خداوند دامادیشان براتان نشان بده ملالی. آمین. زنده باشین کاکالی هان. خداوند مهربان است که اول دامادی بیادرتان رو ببینین استاد علی. بسیار تبریک باشه. تبریک باشه. زنده باشین. تشکر خانم خیریه. ماشاءالله به تو. ماشاءالله تو چقدر مقبول شدی. علی جان امروز بسیار زیاد مقبول شدی. 1 دونیم. بیبی برای چی آوردیم؟ او کشی که قبلا برای داده بودم نی؟ از او هم کده کلانتر است. انشالله که خوشت خواد آمد. بچه از خاله سیفدای تشکر کنی؟ بسیار تشکر. تبریک باشه علی بیادر. تشکر. زنده باشی زینب جان. تبریک باشه علی بیادر. زنده باشی سیب. زینبشان 3 روز به رخصتی رفته بودن. تو هم ناق با تشویش ساختیم به خدا. مشکل نیست. از اینکه با هم هستین خوش شدم. خدا تو را کم نکنه. امیاله بهترین جایی و بهترین وقتش است. علی امی که از بین مردم دور شد کارش خلاص کن. پیلوت بیادر ماشا را از مام کده خوبش رقص میکنی ها. بچه امروز اگر رقص نکنیم پس چی وقت رقص کنیم؟ او ملت بخیزن یگان دست و پای شور بتین. حالا دیگه امروز بهترین روز ماست. حالا خدا داد بچه شور بته. خدا امروز گفته دلتا بکش. اوه تو هم چقدر پر انرژی هستی. باز مرا در روز عروسیم ببین چشم آبی ما. بیبی به تو یک گپا میگم. بیادرم ما ودت هر 3 ماه ای تو یک اتان کنیم که کلگی بگویا اوف. راستی از ودت هنوزم کدام خبر نیست. نه در هر قفسی که باشه پیدایش میکنم. بر صورت رقص کنه. میبینیشان علی هم با پیلوت کاکا بودن زیاد نمود میتنی؟ این خوشی همیشه ادامه داشته باشه انشالله. انشالله جانم انشالله. علی اگه عروسی خدا در اینجا بگیریم خوب نیست؟ سیف دایم عروسی ما را در هر جایی که تو بخوایی در اونجا برگزار میکنیم.
وداد بیادره خوش آمدی بچه‌م. از محفل خبر شدی از او خاطر آمده نشت. دایی چند روز کجا بودی بچه‌م؟ بیبی قسم میخورم از یکی گم بودی کم بود دیوانه شون بیادر. ها بازم خوش آمدی بچه‌م. میفهمی؟ یک خبر خوش برات دارم. وداد خوب بشنو. این استاد علی کس نه؟ استاد علی هورغلو بیادر اصلی ما بوده بچه. بیادرم است. او کسی را که سالا میپالی. چی؟ علی هورغلو حالا دیگه علی زود شده یک گوشه برو حالا. تو چی میگی پیلوت؟ بچه‌م باور نکردی همون نیست. میگم که از او بیادری که سالا دور بودم پیدایش کردم. علی هورغلو بیادر اصلیم از بچهش. بعد از این ما 3 بیادر هستیم. ما یک بیادر دیگه هم داریم بچه‌م. بعد از این یک خانواده شدیم. بزنش سارب بزنش. منافق خدا لعنتت کنه. کی فایر کرد؟ خدا داد. خدا داد. علی جون بچه بی طرف بیا. خدا داد. خدا داد. امبولانس بخواید. تو خوب هستی؟ خدا داد. خدا داد. کی فایر کرد؟ کدام احمق فایر کرد؟ امبولانس بخواید. بچه اگر جرأت داری بیا سر من فایر کن. خدا داد. حالا سارب بزنش. گپ ناق نزن اگر گیر میایم باید از اینجا بریم. سارب میگم که بزنش دیگه احمق. چی شده؟ نامردا کی قصد داره بیادر من بکشه؟ خدا داد. نه امبولانس بخواید. امبولانس بخواید. یک نفر امبولانس بخواید. نجات پیدا میکنی. خدا داد. یک امبولانس بخواید. تحمل کو خدا داد. تحمل کو خدا داد. تو را چیز نمیشه. لطفاً یک امبولانس بخواید. نباید بموری. خدا داد. هوش کنی. نباید بموری. خدا داد. تو را چیزی نمیشه. لطفاً یک امبولانس بخواید. خدا داد. تو را چیزی نمیشه. خدا داد. علی جانی طرف بیا. خدا داد. چه امبولانس بخواید. تنها یک مر میخورده کدام جای دیگیش آسیب ندیده. در امانه خون ریزی شده تو نتانستی. خوب میشی بیادرم. تحمل